پیش از شروع ویدیو جا داره از حامیان مالی کانال تشکر کنیم. اگه برای اولین باره که به کانال ما سر میزنید حتما ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید. با آغاز قرن 19 سیاست خارجه ایران چهره نوین و ناآشنایی به خود گرفته بود. پیدا شدن همسایگان قدرتمند اروپایی در شمال و جنوب برای رجال سیاسی ایران که عادت به مقابله با دشمنان شرقی و غربی داشتند منظره‌ای ناآشنا بود که باید با آن روبرو می شدند. اما سالها جنگ داخلی و مشکلات اقتصادی برآمده از آن که میراث قرن 18 بود توان مقابله را از ایرانیان گرفته بود. ممالک محروسه ایران که در میان بازی بزرگ گرفتار گشته بود مرزهایش روز به روز کوچکتر می شد. بین سالهای 1804 تا 1828 میلادی ایرانیان طی 2 جنگ خانمانسوز از همسایه شمالی شکست خورده و قسمت‌هایی از سرزمین خود را به امپراتوری روسیه واگذار کردند. شکست در شمال توجه سلاطین قاجار را به سرزمین‌های شرقی معطوف کرد. در این میان هرات به عنوان پایتخت شرقی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. پس از مرگ نادرشاه افشار هرات از حوزه اقتدار ایران خارج شده بود. تلاش‌های چند باره سلاطین قاجار برای بازگرداندن این شهر هر بار با مشکلاتی روبرو گشته بود. با آنکه اسمن امیرنشین هرات دست نشانده و خراجگزار دولت مستقر در تهران بود، اما به واقع دولت ایران هیچ نفوذی در هرات نداشت و حتی امیران هرات از پرداخت خراج نیز شانه خالی می کردند. حوادثی که در دهه 50 قرن 19 به وقوع پیوست باعث شد تا بار دیگر ایرانیان این بار به فرمان شاهنشاه جوان خود ناصرالدین شاه تلاش کنند تا هرات را به ایران بازگردانند. در این زمان سرزمینی که افغانستان امروز را تشکیل می‌دهد میان 3 امیرنشین کابل، قندهار و هرات تقسیم می‌شد. در سال 1856 میلادی هنگامی که کهندل خان درگذشت، دوست محمد خان با حمایت و پشتیبانی انگلیس توانست قندهار را زیر فرمان خود درآورد. پسران کهندل خان به ناچار از قندهار گریخته و از شاهنشاه ایران تقاضای یاری و کمک کردند. در همین زمان شاهزاده یوسف خان و دیگر بزرگان هرات که از بالا گرفتن کار دوست محمد هراسان گشته بودند به کارداران دولت ایران پناهنده شدند. همچنین والی سیستان از حرکت سپاهی به فرماندهی فرزند دوست محمد برای غارت سیستان خبر میداد. طبق قراردادی که در 27 دسامبر سال 1852 میان ایران و انگلیس بسته شده بود، ایران استقلال هرات را به رسمیت می شناخت، اما اگر کشور ثالثی به هرات لشکر می کشید، دولت ایران می توانست سپاهی برای یاری هرات بفرستد. ناصرالدین شاه با دستاویز قرار دادن این بند از قرارداد و در اصل برای بازگرداندن هرات و مقابله با تهدید دوست محمد، شاهزاده سلطان مراد میرزا حسام السلطنه عموی خود و یکی از فرزندان دلیر عباس میرزا را در دسامبر سال 1855 به خراسان فرستاد تا سپاهی تدارک دیده و به سوی هرات اردو کشد. این اقدام ناصرالدین شاه با مخالفت شدید دولت انگلیس روبرو گشت. انگلیس که در سالهای اخیر نفوذ زیادی در دربار ایران یافته بود، گاه و بیگاه اقتدار شاه را زیر سوال می برد. کنسولگری انگلیس با پناه دادن به مخالفان شاه دامنه قدرت همایونی را کوچک و کوچکتر می کرد و شأن و منزلت تاج و تخت را به سخره می گرفت. این رفتار توهین‌آمیز انگلیس به هیچ وجه برای شاهنشاه جوان ایران خوشایند نبود.
هنگامی که در سال 1855 ماجرای رسوایی اخلاقی وزیر مختار انگلیس رخ داد، روابط ایران و انگلیس به سیاه ترین زمان خودش رسید. دخالت‌های بیجا و حادثه اخیر چنان شاهنشاه را برآشفته بود که می گفت تنها در صورتی حاضر است دوباره رابطه با انگلیس را از سر گیرد که ملکه شخصاً از او عذرخواهی کند. با قطع شدن رابطه ایران و انگلیس، شاهنشاه در پی آن بود که توجه قدرت‌های دیگر از جمله روسیه و فرانسه را به خود جلب کند. با کنار رفتن انگلیس و حمایت روس‌ها، ناصرالدین شاه در تصمیم خود برای بازگرداندن هرات به خاک ایران مصمم گشت. در فوریه سال 1856 حسام السلطنه از مشهد به منظور فتح هرات خارج شد. منابع سپاه ایران را بین 15 تا 25 هزار تن ذکر کردند که 25 توپ ایشان را همراهی می کرد. همزمان با خروج حسام السلطنه از مشهد، دوست محمد خان با محمد یوسف خان وارد مذاکره شد. محمد یوسف خان وقتی دریافت که سپاه ایران به قصد فتح هرات در حرکت است، نه برای یاری کردن او، ترجیح داد که با محمد خان متحد شود. پس به تشویق دوست محمد خان خود را برای مقابله با ایرانیان آماده می کرد. هنگامی که سپاه ایران به نزدیکی کافرقلعه رسید، حسام السلطنه مطلع شد که شماری از افغانان در قلعه قوریان جمع گشتند. شاهزاده تنی چند از سربازان را به همراه 3 اراد توپ به علاوردی خان سپرد تا دژ را بمباران کرده و مدافعین را وادار به تسلیم کند. هنگامی که این خبر به محمد یوسف رسید، 2000 سوار افغان را به فرماندهی احمد خان قلعه‌گاهی برای رها کردن دژ اعزام کرد. در مقابل حسام السلطنه نیز سامخان ایلخانی را با همراه سواران خراسان و هزاره به همراه علی خان سرتیپ و سواران شاه سون تحت امرش و همچنین 2 اراد توپ را راهی آنجا کرد. در بهار سال 1856 2 قوا در دشت زندجان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در 25 مارچ سال 1856 سپاه ایران به فرماندهی سامخان ایلخانی و علی خان سرتیپ وارد دشت زندجان شدند. سپاه ایران به واسطه توپخانه خود بر رقیب برتری داشت. سامخان ایلخانی و علی خان سرتیپ توپخانه را مشرف به اردوی احمد خان مستقر کرده و سواران خود را در جناحین توپخانه قرار دادند تا از 2 سوی بر سپاه افغان یورش برند. احمد خان که توپخانه‌ای برای مقابله با آتشباری سپاه ایران نداشت، به اجبار به سوی اردوی ایران تاخت. آتشباری سنگین ارتش ایران صفوف سواران افغان را برهم زده بود. هنگامی که ایشان نزدیک اردوی ایران شدند، چابک سواران ایرانی از 2 سوی بر رقیب تاخته و با ایشان سخت به نبرد پرداختند. لسان الملک این چنین نبرد را گزارش کرده است: دلیران سپاه که شیر رزمگاه بودند به افغانان درآمدند و از چپ و راست بر ایشان تاختند و مرد و مرکب به خاک راه انداختند. سواران افغان زیر آتش مرگبار توپخانه ایران و همچنین سلحشوری سواران خراسان تا به مقاومت نیافته و رو به هزیمت نهادند. سامخان ایلخانی به سربازانش دستور تعقیب فراریان را داد. تعداد بسیاری از سواران افغان کشته شدند. حدود 300 تن از ایشان اسیر گشته و 50 نیزه و 500 سر اسب نیز به غنیمت گرفته شد. احمد خان فرمانده قوای افغان نیز به دست سواران خراسان اسیر گشت. با شکست قوای کمکی، حسام السلطنه با تمام نیروهایش به محاصره دژ پرداخت. نیروهای ایرانی از 4 سوی به دژ یورش آوردند. سردار مجید خان که مقاومت را بیفایده می‌دانست، در 27 مارچ خود را تسلیم حسام السلطنه کرد.
خبر فتح غوریان اهالی هرات را به وحشت انداخت. طایفه تیموری که شامل 4000 خانوار میشد و 400 تن از سربازان مدافع شهر را تشکیل میداد، از هرات گریخت. پس از فتح غوریان به فرمان شاهزاده حسام السلطنه 500 سوار نخبه خراسان، قوای سمنان و دامغان، سواران کرد و ترک و همچنین 4 عراده توپ به سامخان ایلخانی و پاشاخان سپرده شد تا وظیفه پیشقراولی سپاه را بر عهده گیرند. ایشان مأمور گشتند تا دشت سنگ سفید به پیش تاخته و آنجا را برای مستقر شدن توپخانه آماده کنند. برگزیدن دشت سنگ سفید از آن جهت بود که فاصله چندانی با دژ هرات نداشت و توپخانه سپاه ایران می توانست ارگ شهر را به سادگی بمباران کند. حسام السلطنه همچنین به تمامی سربازانش دستور داده بود که به اهالی آسیبی نرسانند و با ایشان مدارا کنند. اوایل آوریل سال 1856 پیشقراولان سپاه ایران که شامل 4 عراده توپ و کمتر از 2000 سوار تفنگدار بودند، به فرماندهی سامخان ایلخانی و پاشاخان وارد دشت سنگ سفید شدند. در این زمان به ناگاه پیاده نظام تفنگدار افغان از پشت تپه ها بر بالای بلندی رفته و بر روی سواران ایرانی آتش گشودند. مدافعین افغان از صفوف پیاده نظام تفنگدار تشکیل شده بودند که توپخانه هرات از برج و باروی شهر ایشان را تقویت و پشتیبانی میکرد. سامخان که از این یورش هولناک غافلگیر شده بود، فوراً به سواران خود دستور داد که به پیش رفته و بر روی خصم آتش بگشایند. پس از آن که سواران ایرانی چند تیر به سوی صفوف افغانان شلیک کردند، شمشیرهای خود را از غلاف بیرون کشیده و به قلب سپاه رقیب زدند. سامخان همزمان پیکی به سوی حسام السلطنه که با بدنه اصلی ارتش چند منزل با او فاصله داشت فرستاد و درخواست پشتیبانی کرد. حسام السلطنه فوری گردانی از سواران شقاقی، افشار و نیشابور تشکیل داده و به حسن علی خان سپرد تا به یاری سامخان بروند. چابک سواران ایرانی به پیش تاخته و بیدرنگ خود را به صفوف همرزمانشان رسانده و به پیاده نظام افغان یورش بردند. درگیری سختی میان نیروهای ایرانی و مدافعین هرات در جریان بود. همزمان با حرکت قوای کمکی، حسام السلطنه توپخانه خود را حرکت داد و آن را به بالای تپه‌ای مشرف به اردوی افغانان رساند. به محض آنکه توپچی‌ها آماده شلیک کردن شدند، دروازه‌های جهنم به روی سربازان افغان گشوده شد. شلیک بی‌امان توپخانه ایران بسیاری از سربازان افغان را به زمین انداخت. پس از گذشت ساعاتی از آغاز نبرد، مدافعین که در شرایط ناامید کننده‌ای قرار داشتند متزلزل شده و به پشت دیوارهای شهر خود عقب نشینی کردند. با وجود آنکه سپاه ایران پیروز این نبرد شده بود، اما درفش فوج نیشابور به دست مدافعین افتاد. با پیروزی سپاه ایران در سنگ سفید، یوسف خان که دریافته بود نمیتواند بیش از این با سپاه ایران به مقابله بپردازد، پیکی به سوی شاهزاده فرستاد: من یک تن از چاکران شاهنشاه ایرانم، بلکه چاکری از فرمان فرمای خراسان بودم. اکنون از این کشش و کوشش مرا دهشتی گرفته است. اگر رخصتی رود، شاهزاده محمد رضا را با جمعی از بزرگان هرات گسیل لشکرگاه سازم تا به گروگان ملازمه خدمت باشند. آنگاه فرمان کن تا این لشکر از کنار هرات کوچ داده در اراضی غوریان اتراق کند. این هنگام دهشت مردم هرات و وحشت بنده زایل شود و بیدرنگ آهنگ خدمت کنم و بعد از ورود به لشکرگاه به حضرت دارالخلافه کوچ دهم.
یوسف خان برای نشان دادن حسن نیت خود 2 اراده توپ و درفش فوج نیشابور که به غنیمت برده شده بود به همراه برادر خود تسلیم سپاه ایران کرد. بدین ترتیب شاهزاده حسام السلطنه شرایط تسلیم یوسف خان را پذیرفت و سپاه خود را از سنگ سفید خارج کرد و در برناباد اردو زد. محمد یوسف خان به واقع قصد تسلیم شدن نداشت. او امید داشت که با اتلاف وقت بتواند بار دیگر نیروهای خود را برای مقابله با سپاه ایران آماده کند. وی در یک تلاش مذبوحانه هرات را دست نشانده بریتانیا اعلام کرد و پرچم این دولت را در آنجا به اهتزاز درآورد. حسام السلطنه با آگاهی یافتن از این موضوع با عیسی خان رقیب سیاسی یوسف خان وارد مذاکره شد. عیسی خان قبول کرد که یوسف خان را دستگیر کرده تحویل ایرانیان دهد و سپس هرات را نیز تسلیم سپاه ایران کند. طی یک کودتا عیسی خان یوسف و یاران نزدیکش را دستگیر کرد و ایشان را به سوی اردوی ایران فرستاد و این وجود از تسلیم شهر خودداری کرد. با شکست مذاکرات حسام السلطنه در روز جمعه 2 می سال 1856 به قصد محاصره کردن هرات از برناباد خارج شد. بنابر گزارش لسان الملک درگیری مختصری میان قوای ایران و نیروهای افغان که از شهر خارج شده بودند رخ داد که ایرانیان به سادگی توانستند در آن پیروز شوند. با عقب نشینی افغانان به پشت دیوارهای شهر، نیروهای ایرانی هرات را در محاصره خود گرفتند. محاصره هرات از آنچه که ایرانیان گمان می‌کردند سخت‌تر بود. قوای ایران از ماه می تا آگوست چیزی در حدود 3 ماه شهر را در بند کرده بود بدون آنکه موفقیتی به دست آورد. در این مدت مدافعین شهر گاه و بیگاه به قوای ایران یورش می بردند و باز به داخل شهر پناه می گرفتند. از سوی دیگر قبایل ترکمن خطوط تدارکاتی سپاه ایران را چپاول می کردند. وضعیت اردوی ایرانیان نابسامان بود. علت عمده طولانی شدن محاصره نبود نظم و انضباط در میان صفوف سربازان بود. با وجود اصلاحات چند باره قوای ایران هنوز یک ارتش مدرن به حساب نمی آمد. نبود درجه بندی مناسب، فساد و رقابت میان افسران و سرداران سپاه مانع از آن میشد که دستورات به درستی اجرا شود. دسته ها و گروه های تشکیل دهنده سپاه گهگاه برای کسب افتخار و غنیمت از دستورات فرمانده خود سرپیچی می کردند. با وجود تمامی این مشکلات ایرانیان پاپس نکشیدند. ایشان عزم خود را برای بازگرداندن هرات جزم کرده بودند. برای آنکه بدانید عاقبت محاصره هرات چه شد، کانال ما را سابسکرایب کنید و منتظر قسمت جدید این مجموعه باشید.